درود بر آقای ریوندی عزیز، انشالله که سلامت و پایدار باشید. درود بیکران بر شما دکتر سیدا، مرد حافظه ایران، افتخار ایران زمین، من افتخار بیام این طرف یک دستی هم با هم دستتون رو بیارید آقای ریوندی، دستی بدیم با هم. خوبه ماشاءالله. چه منظره ای پشت سرتون. منظره گفتم یه منظره در خور شأن شما باشه آقای دکتر. سلامت باشید، شما خیلی دوست داشتنی و بزرگوارید که خوشمان آمد از آمدنتان. زنده باشیم. میگه از در آمدی و من از خود بدر شدم، گویا از این جهان به جهانی دگر شدم. من اصلا شما رو میبینم عشق میکنم آقای دکتر. ببینید چهرهتون خیلی نورانیه. نور مهتابی و کرم زدن و اینا نیست، نور در درونه. شما هم درون خوبی دارید، نگاه چه چهره درخشان و تابناکی دارید. چهره شما الان از من نورانی تره. نمیبینم من. گیریم کردید، من بدون گیریم نشستم، اما من چون کچلم و موهام رفته عقب روم زیاده، به خاطر همین نورانی دیده. ببینید آقای ریوندی، این موها که میره عقب یعنی منورالفکر و با استعداد. من میدونید که کتابم در دانشگاه تدریس میشه، کتاب چهره شناسی. عرضم به حضورتون، میگن اگر این قسمت موها بالا بره افراد زیاد فکر میکنن این قسمت ها خوشتیپن، این قسمت که کم پشت بشه خوشتیپن. شما هر دو رو دارید، هم منورالفکرید هم خوشتیپید. خب چهره خب چی شد؟ فکر کردم اینترنت ضعیفه. شما هم منورالفکرید هم خوشتیپ هستید. عزیز دل، ما شاگرد شما افتخار میکنیم. انشاءالله که سلامت و پایدار باشید. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه امشب و خدمتون هستم. اگر صحبتی با عزیزان دارید، دوستان گرامی، بینندگان، شنوندگان. سلام گرم دارم خدمت همه بینندگان این لایو در هر کجای این جهان هستی هستن و دارن لایو من و دکتر سیدا رو به عنوان یک ذخیره ارزشمند در رشد و ارتقای علم و فرهنگ در ایران دارن این لایو نگاه میکنن. سلامی گرم دارم در پاییزی که داره تمام میشه. این روزهای آخرش خیلی سرده، سرمای پاییز که الان اینجوری، زمستونش میخواد چی بشه و امیدوارم که برف و بارون خوبی بیاد. بارون خوبی که اومد در چند روز گذشته، حالا برف خوبی هم اگه داشته باشیم زمستان عالی میشه. آقای ریوندی، تا آخر قرن 20 تا آخر قرن 19 متوسط عمر 40 سال بود. قرن 20 به 80 سال رسید. الان که 20 سال از قرن 21 طی کردیم، بالای 100 سال رسیده و مردم دیگه از این به بعد چون استانداردهای سلامتی بالا رفته بایستی 120 سال و شیک و تمیز زندگی کنن حداقل. 120 سال بله، بایستی خودمون شرایط رو درست کنیم، منتظر دیگران نباشیم و توقعاتی نداشته باشیم. شما در همین جا رشد کردید و نفر اول شدید در زمینه کار خودتون و در بین همه این افرادی که این شبکه‌های مجازی و اینستاگرام دارن. راز موفقیتتون چیه؟ از کجا شروع کردید؟ زمینه خاکی؟ توی شنا. البته از من شناگر بسیار خوبی هستم، هم مربی شنام هم ناجی غریقم و در دانشگاه مقام اول مسابقه مقام گرفتم. رشته‌ام تربیت بدنی، دبیر ورزشم بودم سالها. اولین باری که مدال در رشته شنا خبرنگارم من سوال کردن، گفتن از کجا شروع کردی؟ من گفتم از زمین خاکی، چون جوگیر شده بودم. حالا شما گفتی من یاد اون قصه افتادم یه لحظه. آب پیدا نمی‌کنم، والله شناگر خوبی هستم، با سرم شیرجه میزنم میرم تو آب، منتها آب پیدا نمی‌کنم. آگاهانه ببینید، ما بایستی فقط تغذیه نیست، موارد دیگر هم هست. استرسمون کم بشه، آرامشمون زیاد باشه، تحرک و ورزش داشته باشیم، تغذیه درست داشته باشیم و نشاط و شادابی و اینا همه استانداردهای سلامتی. اگر به همه اینا توجه کنیم خب تاثیرگذار هست، میتونیم سالم بمونیم و عمرمون بیشتر باشه. البته خیلی
موارد دیگر است. اگر من در رابطه با رشته خودم صحبت کنم، یکی از نکاتی که تاثیر خیلی خوب میذاره یادگیری مطالب جدید هست. اگر ما مرتب مطلب جدید یاد بگیریم، این نورونا، این سلولای خاکستری زنده میشه و بعدش هم این ارتباط بین سیناپس ها بیشتر میشه. میدونید که 30 سالو که رد کردیم، روزانه به طور متوسط 30,000 تا از این سلولا از بین میره. روزانه 30,000 تا از بین میره. برای جلوگیری ما بایستی اقدام کنیم. بله، 100 میلیارد سلول عصبی به طور متوسط داریم. مغز ما 100 میلیارد سلول تشکیل شده که هر سلولی مثل یک کامپیوتره. 30 سالو که رد کنیم به طور متوسط روزانه 30,000 تا از اینا از بین میره. آخ آخ آخ، آدم چه موجود رو به زوالی هست با این تفاصیل که شما فرمودید. حالا گذشته از اینها آقای سیدا، ضمن که براز خوشنودی و خوشحالی میکنم از این که این سعادت نصیب بنده کرد که تو لایوی باشم که با یه مرد نابغه که برای ایران افتخاری رو در عرصه بین الملل داره. مدارک مستدل هست. من در دفتر شما مدارک دیدم که از کشورهای مختلف گرفتین، به شما مدال ها و مدارک مهمی دادن که برای کشور ما ارزش داره و اصلا پرچم ایران شما یک تنه با مدارک ارزشمندی که از آمریکا، اروپا و استرالیا و خاور دور گرفتین، پرچم ایران رو بالا بردین. گذشته از همه این نون قرض دادن‌ها، یه سوال اگه اجازه بدین همین اول از شما داشته باشم و پاسخش از شما بشم. خواهش میکنم، خدمتتون هستم. من سوال دارم از شما. زنده باشی. من احساس میکنم که چون کارم هم شومنیه، این روزا انگار مغزم هم توی فهمیدن از 30 سالگی به بالا، الان 45 سالم شده، مغزم شده مثل ماهی قرمز تنگ. میرم این براتون یادم میره که این ور اسکولاهی میرم برمیگردم، یعنی چیزی تو ذهنم باقی میمونه. سوال من الان اینه که چی جوری میشه که عملکرد مغز رو ما افزایش بدیم؟ جان من اینو جواب بدید. من خیلی ساده خدمتتون عرض میکنم. اگر این نکات ساده رو به کار بگیرید، نتیجه براتون ملموس خواهد بود. هم میتونن به کار بگیرن، هم شما هم این عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن. ببینید، ساده ترین کار اینه که مغز رو وادار به فعالیت کنید، با کارهای فکری، با مطالعه، با بازیهای فکری، با جدول حل کردن، با شطرنج، با سودوکو. این کارهای فکری مغز رو وادار به فعالیت میکنه و جلوگیری میکنه از اینکه این سلولای خاکستری، این نورونا از بین بره. خب، و مورد دیگر این که مرتب مطلب جدید یاد بگیریم. یادگیری مطالب جدید هم تاثیر خوب بر روی حافظه میذاره، هم تاثیر خوب بر روی جسم. یک تیم از دانشمندان سوئدی و آمریکایی اومدن تحقیقاتی رو در این رابطه انجام دادن، به این نتیجه رسیدن تا 30 سال ما میتونیم جوانتر بمونیم. 44 سالتونه، ببینید 30 سال جوان بشید میشید 14 ساله. 14 ساله. ببینید، یه انجمنی در سوئد هست، ما هر سال میریم اونجا و خب ارتباطاتی باشون داریم، ارتباط کاری. انجمن 120 ساله هاست. قبلا این انجمن 100 ساله بود، بعد 110 ساله، الان 120 ساله. افراد بالای 100 سال عضو میشن. در کنار یک سری بچه‌های اشتراکی که دارن، مثلا تغذیه درست و تحرک و برنامه‌های با نشاط و تفریح و اینا، یکی از موارد اصلی که همه رعایت میکنن با جدیت، هر روز حتما چند نکته جدید، چند لغت جدید از زبانی که آموزش میبینن یاد میگیرن. و موردهای دیگر، اکسیژن به مغزمون برسونیم، خواب راحت داشته باشیم، آب بدنمون کم نشه، به اندازه کافی آب بنوشیم، چون موقعی که تشنه بمونیم و این تشنگی ادامه داشته باشه، مغزمون کوچیک میشه تا 3-4 ماه نزدیک میشیم به فراموشی، به آلزایمر. بفرمایید. آب که مینوشیم، مغز به حالت اولیه برمیگرده
و خب شما خب یه چیز دیگر می نوشید فکر کنم، از این دم کرده ها و اینجور موارد هست، همه کار آب و انجام میدن. آب بدن کم نشه، خوابمون میزان باشه، استرس و استراب و بعداقل برسونیم. استرس مغز رو از بین میبره، ولی خنده و نشاط که کار اصلی شماست، شما خدمت بزرگی به جامعه میکنید، مثل یک باتری پرقدرت مغز رو شارژ میکنه. مغز رو شارژ میکنه. همین نکات ساده رو به کار بگیرید. تنفس عمیق، اکسیژن برسونید به مغز. خوابتون منظم باشه، به اندازه کافی و درست بخوابید، آب بدنتون کم نشه و مرتبا مطلب جدید یاد بگیرید و از مغز استفاده کنید. آقای دکتر، من از صحبت‌های شما اینجوری متوجه شدم که شما در واقع دارید میگین که ما نیازمند این هستیم که از مغزمون یه جوری استفاده کنیم که یک نوع نرمش یا ورزش به مغزمون بدیم تا مغز پویا بمونه و بتونه خودش رو سرگرم کنه تا در سنین بالا هم پاسخگوی نیازهای ما باشه. دقیقا همینطوره. چطور عضلات بدن با ورزش‌های بدنی تقویت میشه، مغزمون هم با ورزش‌های فکری تقویت کنیم. ورزش‌های فکری همین یادگیری مطالب جدید، همین جدول حل کردن، همین به چالش کشیدن مغز با کارهای فکری، بازی‌های فکری. آقای دکتر، سوال بعدی که برای من خیلی مهمه بدونم و شاید خیلی از بینندگانی که الان دارن این لایو نگاه میکنن، اولا یه خواهشی دارم دوستانی که دارن لایو نگاه میکنن حتما به دوستان دیگرشون خبر بدن که بیان این لایو رو ببینن، این لایو رو از دست ندن، چون که ما در این لایو گفتگویی با دکتر سیدا مرد حافظه ایران داریم که پاسخ داده میشه به پرسش هایی که سالهای سال در ذهن میلیون ها انسان در کره زمین هست و پاسخ این سالها امشب در مغز و ذهن دکتر سیداست که به ما این پاسخهای درست رو میده که بتونیم از طریق این پاسخهای درست زندگیمون رو به سمت و سوی درست و موفقیت سوق بدیم. دوستان من توجه داشته باشین، سوالی که سوال بسیار کلیدی و مهمه. دکتر، سوال من اینه که تقویت حافظه اصلا چه اهمیتی داره و چه کسانی به حافظه قوی نیازمندن؟ خیلی سوال جالبی پرسیدید. خیلی ها تصورشون بر اینه که حافظه قوی فقط برای محصل و دانشجو کاربرد داره. بله، محصل و دانشجو که کار اصلیشون یادگیریه ارزش حیاتی داره، اما چه کسی نیاز نداره به حافظه قوی؟ چه کسی؟ من این سوال رو از شما میپرسم. یک خانم خانه‌دار، یک هنرمند، یک نفر کاسب، ورزشکار، محصل، دانشجو، صنعتکار، چه کسی نیاز نداره؟ ذهن قوی، حافظه قوی فقط برای نیست که ما مطلب حفظ کنیم و به خاطر بسپاریم. ما میتونیم با حافظه قوی در ارتباطاتمون قوی تر عمل کنیم، کسب و کارمون رو رونق بدیم، درآمدمون بیشتر بشه، مسائل رو دقیق تر و بهتر تحلیل کنیم و زود قضاوت نکنیم و زود از کوره در نریم و به آرامش برسیم، چیزی که خیلی ها به دنبالش هستن. خیلی ها هستن فکر میکنم به دردشون نمیخوره و به کارشون نمیاد تو زندگی. ببینید که دکتر چگونه داره حافظه قوی رو به عنوان یک نیاز اساسی برای بشر در هر ژانر، در هر، حتی در خانه‌داری، حتی در کار بنایی، همه نیاز دارن، کارهای ساده اونها هم نیاز به حافظه قوی و خوب دارن. چقدر زیبا دارین شما اشاره می‌کنید به نکته دکتر. هر کسی در هر سن و سال و هر مقطع و هر شغلی که باشه نیاز به ذهن قوی داره. ما با ذهن برتر میتونیم تأثیر خوب بر روی کل زندگیمون بذاریم. ببینید حتی تأثیر بر روی جسمه. اگر یک نفر سالمه، اگر موفقه، اگر پولداره، نتیجه استفاده درست از مغزش هست. و عکس این، اگر یک نفر مریضه، اگر ناموفقه، اگر فقیره، به صورت درست از ذهنش استفاده نمیکنه. شما برایان تریسی رو میشناسید، هر دومون ما هم کلاس بودیم با هم در کلاس ایشون.
آقای برایان ترسی تا حالا 3 نوع سرطان متفاوت رو با نیروی فکر درمان کرده. 3 نوع سرطان، یعنی سرطان‌های متفاوت و دچار شده، سرطان‌های متفاوت و دچار شده با نیروی مغزش درمان کرده. و عکس این هم هست، بعضی سرطان درست میکنن با نیروی فکر. ما یکی از اقواممون نتایج آزمایش رو برد پیش دکتر، با پای خودش رفت، خیلی تقریبا عادی و سالم. دکتر گفت سرطان دارید، افتاد دیگه، نتونست با پای خودش برگرده خونه. زیر بغل رو گرفتن آوردن تهران، در تهران کلینیک بستری شد، 2 روز بعدش مرد. آقای دکتر الهی پزشک معالجش گفت درسته ایشون سرطان داشت، ولی حداقل 1-2 سال میتونه زنده بمونه، حداقلش. با نیروی فکرش، با نیروی ذهنش سرطان رو اصلا بگید توسعه داد، سرطان رو بیشتر کرد و خب خیلی زود مرد. آقای دکتر، من جانم، از بین رفتن سلول‌های مغز، سلول‌های خاکستری مغز صحبت کردیم. وقتی ما پا به سن می‌ذاریم از 30 سالگی به بعد، نورونا، بله، و آلزایمر، این چیزها، میخوام بدونم که خیلی شفاف و واضح و راحت عامیانه برای من توضیح بدین که لطفاً ما از کی باید دقیقاً نگران آلزایمر باشیم؟ آقای ریوندی عزیز، در گذشته میگفتن افراد مسن دچار آلزایمر میشن، ولی جدیدترین تحقیقات از آمریکا آمده بود میگفت در ایران 19 ساله بوده بین افرادی که مورد بررسی قرار دادن آلزایمر داشته. پس اینجوری نیست که فقط افراد مسن دچار آلزایمر بشن. و بررسی شده هر 3 ثانیه در جهان، هر 3 ثانیه 1 نفر دچار آلزایمر میشه. شما خیلی این کامنت ها ببندم، شخص موفق و ثروتمند و پولداری هستید، اینو دیگه بر کسی پوشیده نیست. و راز موفقیتتون چیه؟ بعد من در مورد آلزایمر صحبت میکنم، بذارین دوستانی که هستن. شما الگوی موفقی برای جوانان هستید، برای این مردم. محبت داریم. خب آقازاده نبودید، ارزم به حضورتون، اینجوری نبوده ارث و یا ثروت زیادی، و الحمدلله الان یک شخص موفق و مفید و تاثیرگذار برای جامعه و خب ثروتمند و موفقم هستید. نمیخوام در رابطه با اینکه چقدر درآمد دارید، میدونم میلیارد و اینا از یوتیوب و فیسبوک و اصلا همینجوری کارم نکنید میلیارد براتون پول میاد و خب انشاءالله خداوند بیشتر بهتون بده. راز موفقیتتون چیه؟ شما به چه صورت این پله‌های و اجابت کنه و اینطور باشه؟ واقعا ظاهر قضیه، من که از نزدیک با شما در ارتباطم و میشناسم، اولا انسان مفیدی هستید، دوما دوست داشتنی هستید. 15 میلیون فالوور نفر اول در ایران. خب افراد دوستتون داشتن که دنبالتون کردن و اومدن شما رو فالو کردن. لطف خدا بوده، محبت مردم و دوستان خوب مثل شما که منو راهنما بودن در این مسیر، در این سالها که من خیلی از شما درس‌های مفید آموختم در کلاس‌های مختلفی که با هم در جلسه‌های مثل برایان ترسی، جک کانفیلد و غیره و ذالک که از کشورهای مختلف می‌اومدن توی این سمینار با هم شرکت می‌کردیم و سمینارهای دیگه که در ایران برگزار می‌شد توسط اندیشمندان خودمون، حضور شما و من در کنار هم دیگه، و سمینارهایی که خود شما برگزار می‌کردیم و من شاگرد شما بودم، بودم. اینا همه کمک کرد تا من در مسیر موفقیت قرار بگیرم. و این نیست که من فقط خودم یه استعداد ذاتی داشته باشم و دری به تخت خورده باشه به این شکل به اینجا رسیده باشه. زحمت‌های زیادی کشیده شده و امثال شما عزیزی که در این مسیر خیلی برادرانه و عاشقانه بدون هیچ چشم‌داشتی راهنما بودید برای من و کمکم کردید. و اگر امروز در این موقعیت هستم خدا رو شاکرم به خاطر نعمات زیادی به من داده، از جمله نعمت دوستی با شما. سلامت و پایدار باشید، شما بزرگوارید. ولی من میدونم یکی از دلایل اصلی اینه که خودتون خواستید. خیلی از افراد دیگر هستن
که میخوان مثل شما باشن ولی فقط میخوان، تصمیم قطعی نمیگیرن و عمل نمیکنن. شما خواستید، تصمیم گرفتید، عمل کردید و مرتب تلاش‌های زیادی و پیگیری‌های زیادی بوده، زحمت‌های زیادی کشیدید. در یکی از برنامه‌هاتون من شنیدم که شما چه مراحلی رو طی کردید، چقدر زحمت کشیدید و خب تا این پله‌های ترقی رو طی کردید و به این درجه رسیدید. انشاءالله که روز به روز این پیشرفت و ترقی بیشتر باشه براتون. چند نکته کلیدی. بله، ما چجوری متوجه بحث آلزایمر بود؟ میخوام اینجا قبل نشه سوالامون به هم متصل، شما حواستون هست مباحث رو عوض نکنیم، تونتون عوض نشه، مباحث خاطی هم نشه، بذارید بحث آلزایمر تموم بشه، بعد شما در مورد موفقیت خودتون و خودم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. فقط میخوام اینو بدم که چجوری متوجه شیم که ما داریم آلزایمر میگیریم. این خیلی مهمه، یعنی پیشگیری قبل از درمان. چجوری متوجه بشیم که داریم آلزایمر میگیریم؟ ببینید، یکی از علائم، یکی نه چند تا علائم زود هنگام آلزایمر امکان داره که 30 سال پنهان بمونه. که شروع میشه بعد از 30 سال اون آلزایمر ظاهر بشه. اوایل به صورت پنهانه. چند تا علائم ساده، اگر عزیزان این علائم رو دیدن، این نشانه‌های آلزایمر، با جدیت پیگیری کنن که راهکارام گفتیم که چه کارهایی انجام بدن و به چه صورتی، و انشالله در برنامه‌های دیگر راهکارهای دیگر هم میگیم. یکی از دست دادن ابتکار عمل و جا به جا گذاشتن اجسام. یه چیزایی رو جایی میذارید یادتون میره کجا گذاشتید، سویچ موبایل، عینک، اینا نشانه‌های آلزایمره. مشکلات در تفکر ذهنی، کاهش یا نقص در قضاوت، درست نمیتونید مسائل رو بررسی کنید، تغییر در حالت و رفتار. دارم سری میگم که بله، فراموشی به صورتی که بر فعالیت روزمره. جان عالیه، دارم بهره میبرم، بفرمایید. خواهش میکنم، فکر کردم سوالی دارید. فراموشی به صورتی که بر فعالیت روزمرهمون تاثیر بذاره، اصلا به سختی انجام دادن کارهای روزانه، مشکلات در ادای کلام، یعنی کلمات رو جا به جا میگه و یا یک چیزی یادش نمیاد و میدونه اصلا یه چیز عادی رو که باش در ارتباطه یادش نمیاد. اشراف نداشتن به زمان و مکان، نمیدونه. خدا بیامرز پدر بزرگم صبونه کله پاچه درست کرده بودیم، بعد از کله پاچه بلا فاصله رفت وضو گرفت و گفتیم کجا؟ گفت میرم نماز بخونم. گفتیم نماز که؟ گفت مگه نهار نخوردیم؟ گفتیم نه، این صبونه بود. چون کله پاچه بود فکر کرد نهار. خب البته 2-3 ماه بعدش هم به رحمت خدا رفتن. اشراف نداشتن به زمان و مکان، همه اینا علائم زودهنگام آلزایمره. اگر یک یا چند تا از اینا رو داشته باشیم بایستی به دنبال راهکار باشیم. راهکارم همین. چیکار کنیم آلزایمر نگیریم آقای دکتر؟ این مغز من نابود کرده الان. همین روش‌های ساده‌ای که عرض کردم، از مغز استفاده کنیم، مرتب ورزش‌های فکری، اکسیژن به مغز برسونیم، خوابمون بله، تنوع ایجاد کنیم، از 2 قسمت بدنمون استفاده کنیم. ورزش‌های بدنی، همین حرکات ساده باعث میشه خون بیشتری به مغز برسه. خنده و نشاط و شادابی، کاری که شما برای مردم خدمت بزرگی انجام میدید. این خنده عرض کردم مثل یک باتری پرقدرت مغز رو شارژ میکنه، استرس رو از بین میبره. استرس دشمن مغزه. درست. درود بر شما دکتر. من خاطرم است که شما یک سری حرکات معکوس رو توی کلاس‌های تقویت حافظه انجام میدادید که میگفتید این باعث میشه مغز یه خورده نرمش کنه، ورزش کنه و در واقع سطحش بیاد بالا، هم سلولای خاکستری و اصلا حتی کورتکس مغز هم بهبود پیدا کنه. اگر امکان داره برای آینده، برای بینندگانی که این لایو رو میبینن در IGTV خودتون یا در سیو خودتون، این حرکات معکوس رو انجام بدید. و حرکات به این صورت بود که 2 قسمت بدن رو آگاهانه با دقت تمرکز به کار میگرفتیم. حتما این ویدیو رو در پیج خودمون برای عزیزان میذاریم.
چشم بسیار شما ارزشمنده. فرمودید. آره همین میخواستم. بله این باعث ورزش‌ها میشد دو رو قسمت. بله بله بذارید که ببخشید. ما ببینیم و بینندگان عزیز که دوست دارن حافظه‌شون سالم بمونه و تقویت بشه با انجام دادن این حرکات معکوس و نرمش هایی که شما ابداع کردین بتونن یک حافظه قوی و سالم داشته باشن و یک زندگی بسیار با نشاط. آقای دکتر چون وقت ما زیاد نمیدونم چقدر وقت داریم آقا رضا یه سوال بکنم. کاش که یک دفعه دیگر هم خدمتتون می بودیم. به ما قول بدید در همین هفته یکی دو تا برنامه دیگر خدمتتون باشیم. انشالله به امید خود ما که آرزومون ما از صحبت کردن با شما سیر نمیشیم، چرا که دکتر سیدا اصلا الان سنش به قیافش نمیخوره، به خاطرش به خاطر اینکه تونسته به مغزش غلبه کنه و با نیروی فکر و اندیشه جوانتر از سن واقعیش دیده میشه. و این حرف من نیست، حرف خیلی از رفقاست. شما حداقل 15 سال تا 20 سال جوانتر از اون چیزی که هستین الان نشون میدین. آقا بینندگان فکر میکنن چقدر سن دارم. نزدیک بود بریم چند وقت پیش، یکی دو ماه پیش کرونا سختی گرفتیم دیگه. خداوند لطف اون لاکردا رو همه میگیرن، اما خب حالا به شدت و ضعف داره. آقای دکتر شما سالیان سالی که در زمینه آموزش نوجوانان و جوانان توی مرزوبوم در حوزه‌های مختلف فعالیت دارید، اینو همه ما بهش اشراف داریم. آیا تونستید یه فردی رو مثل خودتون تحویل این جامعه بدین؟ اینو خواهش میکنم شفاف سازی باشه واسه بینندگان که این لایو میبینن. شما یک نفر مثل خودتون رو آیا تا حالا تونستید تحویل این جامعه؟ یک نفر. آقای ریوندی اینو خالصانه خدمتتون عرض میکنم، باور کنید ده ها صدها نفر تا حالا خیلی جلو زدن از من در همین کلاس هایی که چون روش ها اینقدر ساده است، اینقدر ساده است. الان من برای 3 سال از طرف مرکز ورزش های ذهنی به عنوان سرمربی تیم ملی ورزش های ذهنی انتخاب شدم. انشاءالله با هم میریم این برنامه ها رو. 2 تا برنامه الان، یکی در میلان یکی در لندن، به خاطر کرونا معلق شد دیگه. فعلا ببین چون کندن به خاطر اون نمیشه رفت، والا کرونا هم هست. کرونا تموم بشه برنامه داریم. این مسابقات نشنال و اینترنشنال و بین الملل جهانی رو همین الان میبایستی حیدرآباد هندوستان میبودیم، سال آینده هم عربستان، هم حاجی میشیم و هم دیگه مسابقات جهانی رو میریم. دکتر سیدا خیلی با مسما میشه اونجوری. ما بر جده میریم، بعدش هم انشاءالله مکه و مدینه هم میریم زیارت و شما هم تشریف بیارید. 4 رده سنی در این مسابقات هستن، زیر 12 تا 18 تا 60 و 60 به بالا. سال گذشته ما مسابقات جهانی رو در ووهان چین بودیم، همین مرکز ویروس منحوس چینی، در اونجا مسابقه داشتیم برای اولین بار. تو این 30-40 سالی که ما با چین دوستی میکنیم این تنها محصول با کیفیتی بوده که چین به ما داده و خیلی هم خوب اثر کرده رو ما و تونسته تا الان خوب حال ما رو بگیره. واقعی محصولاتش متاسفانه میخواستم عرض کنم خیلی از این افراد هستن قوی تر از من عمل میکنن. ما در طول این چند سالم 7 دوره مدرسان رو برگزار کردیم، افرادی رو آموزش دادیم که مدرس بشن و آموزش بدن. شما خودتون دوره اول مدرسان موفق بودید در دانشگاه بهشتی و جز بهترین ها بودید. الحمدلله. سال 93 سلامت باشید، سال 93 بود اگر اشتباه نکنم تشریف آوردید و خب 7 دوره مدرس پرورش دادیم. این در جواب سوال شما که فرمودید. در حال حاضر با وجود این، با توجه به صحبت شما، الان ما چند تا دکتر سیدا تو ایران داریم؟ فراوون اصلا چند تا خیلی دوست دارم بدونم کسانی که این لایو رو نگاه میکنن. ببینید الان که افرادی داریم عضو همین تیم ملی ورزش ذهنی هستن، رکورد جهانی رو دارن جابجا میکنن. چقدر جالب. به امید خدا مسابقات بعدی رو که بریم با مدال و کاپ و خیلی
مقاما برمیگردیم، چون در 10 تا آیتم برگزار میشه 4 رده سنیه. یعنی پس این نشون میده که روش‌های شما بسیار روش‌های کارساز و کاربردی بوده که تونسته همچین نابغه‌هایی رو تحویل جامعه بده که در مسابقات جهانی عنوان بیارن در آینده نزدیک که شما الان خودتون فرمودید. بله این اکتسابیه، ذاتی نیست که همه میتونن به دست بیارن بدون محدودیت سنی، بدون تلقین، بدون که فکر می‌کنن به صورت ژنتیکی و مادرزادی حافظه‌شون ضعیفه و هیچ وقت حافظه‌شون قوی نمیشه و تا آخر اون با حافظه ضعیف زندگی خواهند کرد و با همین حافظه ضعیف از دنیا خواهند رفت. اما این حرف شما نوید بخش اینه که اگر روش هایی که شما برای تقویت حافظه تعلیم میدین و آموزش میدین به کار ببریم، قطعا در هر سن و سالی باشیم، از هر ژنی باشیم، از هر پدر مادری، میتونیم ذهنمون رو و حافظمون رو تقویت کنیم و پیشرفت کنیم. حالا یه سوال آخرم از شما داشته باشم چون وقتمون هم داره تموم میشه. منم سوال داشتم از شما خیلی زیاد، حتما یکی دو تا جلسه دیگر با هم باشیم. چشم. من به سوال شما الان من بیشتر صحبت کردم تا شما. در حال حاضر با توجه به کرونا که الان در منازل دانش آموزان دارن تحصیل میکنن از طریق دنیای مجازی و سوشال مدیا، شما چه توصیه‌ای الان برای مؤثل ها دارین که یک امیدی براشون بیاد و یک انگیزه‌ای در اونها ایجاد بشه که درسشون رو ادامه بدن و مطمئن باشن که اون چیزی که میخونن در مغزشون ثبت و ضبط میشه و حافظه خوبی دارن؟ چه توصیه برای مؤثل دارین که الان در این شرایط کرونایی به صورت مجازی دارن تحصیل میکنن؟ آقای ریوندی عزیز، من سالا پیش بینی کرده بودم مثل ژول ورن این درس و کتاب و مدرسه و اینا بایستی جمع بشه، چون تولید علم خیلی زیاده. در گذشته قدیمی ها خیلی به سختی دانش به دست می آوردن. پدران و پدر بزرگان ما سوار شتر و قاطر و روی چوب و چرم و اینا می نوشتن و می رفتن دنبال علم. ولی الان ما خیلی به راحتی علم، با همین موبایلم، با همین لپتاپم میرم کتابخونه ملی آمریکا، در اونجا کتاب‌ها رو ورق میزنم و مطمئن باشید به زودی همین هم جمع میشه. من البته اینا رو نگم که در آینده دیگه همین کلاس و برنامه و اینا واقعا دیگر نمیتونه کارساز بشه، چون تولید علم به دقیقه و ثانیه و لحظه رسیده. دیگه ما نمیتونیم بو علی سینا داشته باشیم یک نفر تمام علوم زمان خودش رو بلد بود، از ریاضی و فلسفه و منطق و نجوم و طب و اینا. الان علم نامحدوده دیگه. در آینده به صورتی میشه تراشه‌هایی رو در مغز بذارن یا دانش رو تزریق کنن دیگه، مثل مغز ما مثل گوگل و اینا بشه، هر چیزی رو همون موقع همین این روش ها بیشتر نیازه که به چه صورت بهتر از مغزمون استفاده کنیم. ببینید یک موردی که از در رابطه با مؤثلان و دانشجویان که فرمودید، این درد همه ماست. شما عرض کردم الگوی موفقی برای جوانان ایرانی هستید. ببینن حسن ریوندی چه کاری کرده، چه مسیرهایی رو طی کرده که به این درجه رسیده. ما هم به همون صورت عمل کنیم که راه میانبر رو طی کنیم. در رابطه با درس و مدرسه‌ام این سالها دغدغه من و هزاران و صدها هزار اولیا و مسئول آموزشی بوده. آموزش و پرورش در ایران متاسفانه برگشت به 50 سال پیش، ششم دبستان و ششم دبیرستان. در گذشته هم پدران ما همینطوری بودن. برگشت. شما وجدانن از من پرسیدید، صادقانه جواب بدم، شما جواب بدید چند درصد از این درسایی که در مدرسه یاد گرفتید الان در زندگیتون کاربرد داره، به غیر از خواندن و نوشتن؟ حرفه و فن، نمیدونم علوم، بگید که علوم اجتماعی و تاریخ و جغرافیا و الگوریتم و سینوس کوسینوس اینا حتی تو زندگی کاربردی نداشته تا الان. نمیدونم برای چی اینا رو خوندیم، اینا رو هم تازه نمیدونم. خیلی خوب میشه، اینا هم خوبه، در جای خودش کاربرد داره، ولی برای کسانی که تخصصی در اون زمینه کار میکنن.
ببینید من در طول این چند ساله که میدونید سفرهای زیادی میرم و برای برگزاری سمینار و برنامه و مجامع بین المللی، مجامع علمی، تجربیات موفق آموزش و پرورش های خوب دنیا رو آوردیم در دانشگاه بهشتی توسط استادای برجسته اجرا کردیم روی محصلان. محصل فقط درسش 20 نباشه، اون 20 به عهده منه، بهش یاد میدم چجوری سریعتر بخونه، بهتر یاد بگیره، راحتتر یادآوری کنه، روزی 1 جلد کتاب بخونه. الان دختر من 3 ماه از سال تحصیلی گذشته بود، همین اوایل آذر ماه 2.5 ماه گذشته بود، هنوز ثبت نام نشده بود. ثبت نامش کردیم امروز. از دبیرستان بهم پیغام دادن که الحمدلله خودش رو رسونده، یعنی در 20 روز کار اون 3-4 ماه رو انجام داده. چرا؟ روزی 1 جلد کتاب. نه باور بفرمایید چون این چیزی نیست. ما اگر بیایم استرس رو برداریم، اگر بیایم روش درست رو با بچه ها کار کنیم، این 20شون به عهده منه، فقط 20 نشن. در کنار 20 محصل داریم تیزهوشه، نمرش 20 ولی در ارتباطات ضعیفه. محصل داریم نمرش 20 استرس داره، استراب داره. خواسته من به همه عزیزان بیننده که دارن این لایو رو نگاه میکنن اینه که شما همونطور که پدرانه و دلسوزانه و عاشقانه به دخترتون آموختید که چگونه با مطالعه، با درس خوندن و رشد و نمو در مسیر علم حرکت کنه و دوست داشته باشه رشد علمی رو از صمیم قلب، نه که بخواد به زور پدر مادر که این رشته رو برو پزشک بشو در آینده مهندس بشو، سپردین به خودش و خودش کتاب انتخاب میکنه در وقتهای بالاخره آزادش، مطالعه آزاد داره. و من این رو بارها از خودتون شنیدم و تعداد کتابایی که خونده واقعا از تعداد کتابایی که من تو سنم خوندم خیلی بیشتره. میخوام بگم که همین کتاب در رده سنی خودش خونده. آره، همینطور که شما دلسوزانه پدرانه این درس ها رو به دخترتون آموختین، همون ها رو لطفاً به کسانی که بیننده این لایو هستن و میخوان که خودشون یا بچه هاشون رشد کنن، همون ها رو، این آموزه ها رو به اونها هم بگین و بذارید که این خوشبختی تقسیم بشه بین مردم. قطعا ما همه مسئولیم آقای ریوندی، فقط یکی از دوستان میگن با یه گل بهار نمیشه. ایشون میگفت من میگم یه گل بهار میشه. یه گل حسن ریوندی، یه گل یک استاد دیگری، یه گل بقیه. من خواهش میکنم این تجربیات موفق آموزش و پرورش های خوب دنیا رو مثل فنلاند و ژاپن و کانادا اومدیم اجرا کردیم. الان 3 دوره به صورت آنلاین، هر کسی در هر کجای دنیا هست، هر محصلی در هر رده‌ای داره از اول تا آخر. اولا درس‌های مدرسه‌شون که هست اونو کاری نداریم، به صورت آنلاین اون هست، ولی در کنارش هوش هیجانی که ارتباطات خوب. الان شما ارتباطات خوب، یکی از دلایل موفقیتتون هوش هیجانیتون بالاست. بیشتر از 70% وقت ما صرف ارتباطات میشه. طرف میبینید نخبه است، شاگرد اول ارتباط بلد نیست، نخبه است، میبینید استرس و استراب داره. یکی میگه من شاگرد تیزهوشان بودم، نمرم هم 20 بوده، همش الان آش نزدی برامون میارن، بلد نیستم چجوری تشکر کنم. مراسم اعزام میریم، عروسی میریم، بلد نیستم چجوری. شاگرد اولم بوده، نمرش 20 بوده. نفر اول المپیاد فیزیک جهان یک آقایی بود در دانشگاه صنعتی شریف درس میخوند، یک مسئله عاطفی براش پیش اومد، نتونست حلش کنه، خودکشی کرد و خودکشیش هم موفق بود. این همه مسئله سخت فیزیک رو حل کرده بود، نتونست یک مسئله عاطفی رو حل کنه. بابا 80 میلیون ایرانی گیر دادید به دختر چون اینو آموزش ندادن در مدرسه. مباحثی که آموزش میدیم آسیب‌های اجتماعی دوران بلوغ که استادای متخصص 4.5 سال بچه‌ها دوران بلوغه، اینو درست کنن تا آخر موفقن، درست نکنن تا آخر میلنگن. آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر، شما میدونید از هر 100 تا معتاد کشور 3 تاشون دانش آموزن؟ 3% معتادای کشور دانش آموزن.
بابا ما الان معتاد خدا. الان ما کارتون خواب خلبان داریم، خلبان هلیکوپتر کارتون خوابه. فقط افراد ما دندان پزشک کارتون خواب داریم. اینو برید ستاد مبارزه با مواد مخدر خیلی فکر میکنم فقط افراد بدبخت معتاد میشن. سال گذشته 2 تن مواد مخدر در اطراف مدارس تهران کشف شده. سن اعتیاد به معسلای 6 و 7 رسیده. در مدرسه مثل مدارس ژاپن و کانادا جناب سرهنگ اکرمی یک کیف مواد میاره به همه بچه ها آموزش میده، ضرر و زیانا رو بدونن، ببینن، هم اولیا هم بچه ها بشناسن دیگه، بعدها کنجکاو نشن تست کنن. در دانشگاه بهشون میدن یا در مدرسه اینو بزنید مغزت فعال میشه، میدونه که این چیه، ضرر و زیانش چیه. بعد فن بیان، طرف میبینید پزشک برای دفاع از تزش مشکل داره. هوش مالی، الان ما 50,000 نفر با مدرک دکترا، این آماری که ارائه دادن، بیکار داریم. لیسانس و فوق لیسانس که خیلی زیاده. ببینید منتظرن استخدام بشن، بهشون یاد ندادن درآمد ایجاد کنن. به جای اینکه کارمند باشن کارآفرین باشن. شما الان چند نفر براتون کار میکنن و از دستتون نون میخورن؟ همه میتونن ما وسیله ایم. خب شما وسیله اید، ولی شما مغزتون رو به کار انداختید، کارآفرین شدید و جمعیت زیادی از اون سالن و از اون صدا بردار و نورپرداز و همکاران خودتون و دستیاران و همه اینا، خب به جای اینکه شما منتظر بمونید استخدام بشید، خودتون کارآفرین به بچه ها یاد بدن در مدرسه که هوش مالی رو، طرف استاندار، فرماندار، مسئول، منتظر از مرکز براش بودجه بیاد و بیاید درآمد، این استان حاصلخیز درآمد ایجاد کنید، هزاران نفر رو مشغول کنید. چون این چیزایی رو در مدرسه یاد ندادن. NLP، EFT، استرسی استرابی هست، طرف نمرش 20 بوده شده 16 خودکشی کرده. بابا این برای همه نیاز از نون شب واجب تره. بعضی پدر مادران NLP و EFT که الان شما فرمودین رو من فکر کنم 99% از کاربران و بینندگانی که دارن این لایو نگاه میکنن رو خبر ندارن ازش که چی هست. خواهش از شما دارم در لایو های بعدی، یا حالا با من بود یا با کسی دیگه یا خودتون خواستید، حتما به من قول بدید که یک برنامه دیگر، چون منم سوال خیلی از شما دارم. الان وقت تموم شد متاسفانه. به ما قول بدید که برنامه دیگری خدمتتون باشیم انشالله. امید خدا. بس یادمون باشه NLP و EFT و روش های دیگه که شما بهشون کاملا اشراف دارید و میدونید که موثر برای مردم در همه سنین و همه مقاطع و همه مشاغل، در بحث های بعدی گفتگو بشه، صحبت بشه تا امید به زندگی بیشتر در مردم جریان پیدا کنه و انشالله در آینده ما کشوری رو به رشد داشته باشیم و مردمانی خوشبخت و خوشنود و شاد و سلامت باشید انشالله. ببینید هدف اینه که بچه ها از نظر ذهنی، روحی و جسمی 20 باشن، فقط درسشون 20 نباشه. هدف ما اینه که انشالله نسل خوبی رو پرورش بدیم، آینده مملکتمون آینده روشنی باشه با وجود این بچه های. بیشتر از 95% بچه ها نابغه به دنیا میان، ولی با آموزش های غلط این استعدادها رو از بین میبرن. این مدرسه‌ای که ما ایجاد کردیم به صورت آنلاین و همه از همه جای دنیا، الان شاگرد داریم از استرالیا، شاگرد داریم از اروپا و آمریکا و این مناطق ایران، روستاها و شهرهای دور و نزدیک. این دوره رو انشالله از اول دی شروع میشه و تا حالا یه سری مقدمات نرمش های از اول دی قدرتمندانه شروع میکنیم. 1 سال تحصیل، در کنارش خب زبان و کامپیوتر هم باشون کار میشه و این آیتم ها رو و درس های مدرسه شون هم هست. بله عالیه. من از همین الان بی‌صبرانه منتظرم که انشالله اون روزهای خوب که شما الان فرمودید نوید بخش
آینده درخشان برای ایران باشه و زودتر برسه و مردم به اون چیزی که شایستگیشو دارن برسن، یعنی همون ایرانی که ما از قدیم بهش افتخار می‌کردیم به عنوان کشوری که تمدنی کهن داشته، مردمانی بسیار باهوش به همت هوشمندانی مثل شما که درس‌هایی رو بلدن و فن‌هایی رو بلدن که میتونن با انتقال این فنون و این دروس باعث بشن که خیلی کثیر از مردم جامعه در همه ابعاد زندگی رشد کنن. من خیلی خوشحال شدم که این فرصت بسیار ارزشمند نصیب بنده شد امشب با شما گفتگویی داشته باشم در این لایو. یکی از دلایل ضعف حافظه اینه که میگید حافظم ضعیف شده و نمیتونم و نمیشه. به مغزتون اعتماد کنید. مغز از 100 میلیارد سلول عصبی به طور متوسط تشکیل شده. هر سلول یک کامپیوتره. اعتماد کنید. اعتماد به حافظه خودش باعث تقویت حافظه میشه. فراموش کردم. شما فوق‌العاده‌اید. شما خیلی باهوش و با استعداد و خلاق هستید. ما مخلص شماییم. شاگردی کردیم معذرتون و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. انشاءالله به زودی برنامه‌های دیگری هم خدمتتون باشیم، چون من خیلی سوالات از شما داشتم، همش صحبت من کردم. انشاءالله برنامه‌های دیگر خدمتتون خواهیم بود. من این کامنت ها رو باز میکنم، سوالات عزیزان و چند دقیقه‌ای که وقت داریم دیگه، وقتمونم رو به اتمامه. خیلی متشکرم. قربون شما. شبی آرام و دلپذیر برای شما و همه بینندگان این لایو آرزو میکنم و پیشاپیش باز هم یلا رو تبریک میگم، مخصوصا به کادر پزشکی و پرستاران که این روزها و شبها زحمت‌های زیادی دارن میکشن برای اینکه مریض‌هایی که مبتلا میشن به ویروس کرونا خیلی سخت هست جمع و جور کردن این مریض‌ها، دارن در بیمارستان زحمت میکشن. من درود میفرستم به همشون و به همشون خدا قوت میگم. از خدا میخوام که بهشون قدرت مضاعف بده و بهشون سلامتی و خوشبختی و ثروت عطا کنه و همچنین به شما عزیز. آمین. سلامت باشید. خیلی متشکرم. شب بخیر. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. از این به بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی